قصه دو عاشق. یک پسر و یک دختر با همدیگر عاشق میشوند و بعداً با هم عائله برپا میکنند. هر دو با هم عهد میبندند که تا سحر شدن خواب نرفته بیدار مینشینند و در رو برای هیچ کس نمیکشویند. خلاصه سحر میشود. بعد پدر و مادر داماد می آید. با یک لگند آش می آیند. در رو تق تق میزنند. عروس به شوهر میگوید که پدر و مادرت آمدند، در رو میکشویم یا نه؟ داماد میگوید نه نمیکشویم، ما شرط کردیم که برای هیچ کس ما در رو نمیکشویم تا صبح دیگر هر دوی ما تنها در خانه میمونیم. خلاص در رو نمیکشویند. پس از چند لحظه دیگر پدر و مادری عروس میبیایند. پس از 2 ساعت عروس میبیند که پدر و مادرش در نزد در آمدند. داماد میگوید در رو نمیکشویم، شرطمون همین است. عروس باشد گریه کردن میگیرد، ناله میکند و جانب شوهرش میگوید که من نمیتوانم طاقت کنم، چخیل که پدر و مادرم در پس در انتظارند، منتظر من هستند و من در رو برایشان نکشایم. اگر از من رنجید هم من در رو میکشایم گفت و عروس در رو کشد. پدر و مادرش به خانه وارد میشوند. به شوهرش معلوم میشود که چرا عروسم به گپم گوش نمیکند. این حادثه در دل مردک چون یک حادثه عجیب باقی میماند. یک چند سال میگذرد. صاحب 4 پسر میشوند. از تولدخانه میبیارد با گل و گلدسته ها. همین گونه یک عادت دائمی ما. و فرزند 5مشون دختر میشود. وقتی مرد میفهمد که دختردار شده است، 3 شب و 3 روز به مردم ضیافت میکند، گوسفند قربانی میکند، به کمبغل ها خیر و احسان میکند. بعداً دوستانش میگویند ای مردک خوب، آخر پسر نامبردار پدر است، افتخار تو است، زنده نگاه دارنده نام تو است. برای دختر که مال مردم است اینقدر خیر و احسان کردی. مرد باشد با همان ساده دلی، با همان گشاده دلی میگوید من این خیر و احسان را برای آن نفری کرده ایستادم که در آینده در رو برای من باز خواهد کرد.